سلام. به دنیای تاریک و خیال انگیز بوفکور خوش آمدید. جایی که مرز میان خواب و بیداری، خیال و واقعیت به نازکی نفسی در مه است. در این روایت با ذهن مردی تنها همراه می شویم. راوی که در خلوتی سنگین میان سایه و سکوت می نویسد. نه برای مردم، بلکه برای سایه‌ای که روی دیوار روبرویش افتاده. او میگوید در زندگی زخم‌هایی هست که مثل خوره آهسته و در انزوا روح انسان را میخورند و میتراشند. این دردها را نمیتوان با کسی در میان گذاشت، زیرا مردم آن را باور نمی کنند. من با سایه‌ام سخن میگویم، با اویی که هر روز در سکوت دیوار مرا نگاه می کند و هیچ نمی گوید. گاهی حس می کنم این سایه تنها چیزی است که هنوز مرا درک می کند، نه به زبان واژه ها، بلکه به زبان سکوت. نوشتن برای من مثل چنگ زدن به ریسمانی است در تاریکی، نه برای نجات، بلکه برای زنده ماندن در دل این وهم. هرچه بیشتر می نویسم، بیشتر گم می شوم در هزار توی ذهن، در تکرار لحظاتی که نمیدانم واقعاً رخ داده اند یا فقط در خیال من زیسته اند. من در خانه‌ای قدیمی زندگی می کنم، در اتاقی کوچک با دیواری ترک خورده و پنجره‌ای که رو به کوچه خاموش باز می شود. سایه‌ام همیشه آنجاست، روی همان دیوار. گاهی حس می کنم اوست که مرا می نویسد. از پشت پنجره نوری کمجان می تابد و هر غروب صدای زنگ کاروانی دوردست در هوای گرفته می پیچد. انگار همه چیز در چرخه بی پایان تکرار می شود. در میان این تکرارها روزی زنی را دیدم، نه مثل دیگران، نه از این جهان. چهرهش آرام بود، چشمانش نیمه خواب و لبخندش مانند رازی ناتمام. احساسی ناشناخته درونم شعله گرفت، ترسی آمیخته با شوق، و از آن لحظه دیگر هیچ چیز مثل قبل نبود. از همان روز تصویر او در ذهنم ماند، مثل نوری لرزان در مه. میخواستم بشناسمش، اما هر بار که نزدیکتر میشدم دورتر میرفت، مثل رویایی که نمیگذاری تمام شود. گاهی حس میکردم زنده است، گاهی خیال میکردم فقط سایه است از خیال خودم، اما هر چه بود حضورش در من ریشه کرد. و من نوشتم تا شاید از او خلاص شوم، اما هر واژه او را زنده تر کرد، هر جمله چهرهش را روشن‌تر. اکنون حتی وقتی می‌خواهم فراموشش کنم، در تاریکی چشمانم می‌درخشد. نمی‌دانم این زن از کجا آمد، اما می‌دانم که از همان لحظه جهان من دیگر همان جهان پیشین نبود. از روزی که آن زن را دیدم، دیگر هیچ چیز درونم آرام نگرفت. انگار صدایی پنهان در درونم بیدار شد. صدایی که مدام می گفت تو او را پیش از این دیده‌ای، در رؤیا، در خیال، یا شاید در زمان دیگری. هر صبح با تصویر چشمانش بیدار می شدم. چشمانی که همزمان مهربان و غریب بودند، چون دو آینه که گذشته ام را نشانم می دادند. گاهی می دیدمش در سایه درختی خشک که لباسی سپید بر تن دارد و موهایش چون ابر بر شانه‌هایش ریخته است. گاهی از پشت پنجره خانه‌ام از دور نگاهم می کرد و من از ترس از بین رفتن تصویرش حتی پلک نمی زدم. نمیدانم این عشق بود یا وهم، اما هرچه بود مثل بذر زهر در جانم کاشته شد. شبها وقتی همه چیز در سکوت فرو می رفت، به پنجره نزدیک می شدم و به کوچه تاریک خیره می ماندم.
در مه دور دست سایه‌ای از او می‌دیدم و هر بار با خود می‌گفتم فردا او را خواهم دید، فردا حتماً. اما فردا هیچ وقت نیامد، یا شاید هر روز آمد و من دیگر آن را نمی‌شناختم. هر شب همان رؤیا تکرار می‌شد. او در کنار جوی آبی نشسته بود، در دستش گل نیلوفری داشت و با نگاهی آرام به من خیره می‌شد. سپس آرام از جا برمیخاست و در مه ناپدید میشد. من میدویدم تا به او برسم، اما هر قدمی که برمی داشتم زمین زیر پایم میلغزید. صدایش را میشنیدم، اما چهره اش محو میشد، مثل بخار در آفتاب. کم کم مرز میان خواب و بیداری را گم کردم. نمیدانستم این زن واقعی است یا در خیال من زاده شده. اما چه فرق میکند؟ واقعیت چیزی جز تکرار رؤیایی طولانی نیست. گاهی در میان جمع صدای قدمهایش را می شنیدم. گاهی عطرش را در هوا حس می کردم و گاهی در تاریکی اتاق سایه‌اش روی دیوار ظاهر می شد، درست جایی که سایه خودم می افتاد. آنقدر نوشتم از او که واژه‌ها خسته شدند و معناشان را از دست دادند. نامش را نمیدانستم، اما در نوشته هایم زن اسیری صدایش کردم. زنی از جنس خیال، از نور، از خاموشی. هرچه بیشتر از او نوشتم، بیشتر از خودم دور شدم. دیگر نمیدانستم من کی هستم. من واقعی همان نویسنده تنها بودم یا سایه‌ای بودم از ذهن او که مرا در خوابش ساخته بود. گاهی فکر می کردم شاید ما هر دو در ذهن کس دیگری زاده شده ایم. شاید همه ما رؤیای کسی هستیم که در خوابش جهان را می سازد و فراموش می کند. اما هر بار که به چشمهایش فکر می کردم، آن حس عمیق دوباره زنده می شد. مثل نور ضعیف که در دل تاریکی نمی گذارد امید خاموش شود. آن زن نه با صدایش بلکه با سکوتش سخن می گفت. هر نگاهش 1000 جمله در خود داشت و من در برابرش همیشه خاموش بودم، مثل شاگردی در برابر رازی بزرگ. او رفت و من ماندم با خلایی که هر روز عمیق تر می شد. از آن پس همه چیز برایم بی معنا شد. زمان، مکان، مردم، صداها، همه در مهی سنگینی فرو رفتند. گاهی می‌خواستم بنویسم تا او را فراموش کنم، اما هر واژه چهره‌اش را دوباره زنده می‌کرد. هر جمله زخمی تازه می‌زد. نمی‌دانم چه شد که روزی تصمیم گرفتم دیگر ننویسم، اما سایه‌ام اجازه نداد. روی دیوار افتاده بود و بی صدا نگاهم می‌کرد. انگار میگفت تو باید ادامه بدهی تا پایان. و من نوشتم از زن، از رؤیا، از درد، تا شاید از خودم رها شوم. اما حالا میدانم هیچ کس از سایه خودش رها نمی شود. بوف کور، بخش 3. سقوط در تاریکی و تکرار. از آن روز دیگر نتوانستم میان خواب و بیداری فرق بگذارم. هر لحظه تصویر او بر ذهنم چیره می شد. گاهی در چهره رهگذری غریبه پیدایش می کردم، گاهی در انعکاس آب و گاهی در قاب آینه اتاقم. اما هر بار وقتی نزدیک می شدم ناپدید می شد، مثل مهی که در آفتاب صبحگاهی گم می شود. دیگر چیزی از جهان بیرون حس نمی کردم. صداها دور می شدند، رنگها خاموش و آدمها چون سایه های بیروح از کنارم می گذشتند. فقط یک صدا در گوشم می پیچید. صدای او، آرام اما پیوسته. می گفت من همیشه در تو بودم. نمیدانم چه مدت گذشت. روزها و شبها در هم آمیخته بودند.
زمان برایم مفهومی نداشت. انگار در چرخه بی پایان گیر افتاده بودم که هر لحظهش تکرار لحظه پیش بود. گاهی حس می کردم از بالا به خودم نگاه می کنم. به مردی نحیف با چشمهای گود رفته که بی وقفه می نویسد. می نویسد تا شاید زنده بماند. شاید باید می مردم تا از این رؤیا بیدار شوم. اما مرگ هم دیگر برایم واقعی نبود. همه چیز در مهی از وهم و خیال گم شده بود. روزی در آینه به خودم نگاه کردم. چهره‌ای دیدم که دیگر نمی شناختمش. لبها خشک، نگاه خیره و پوستی رنگ پریده. در عمق چشمهایم سایه‌ای از همان زن بود. انگار او حالا در من زندگی می کرد. آن شب باران می بارید. بر دیوار سایه خودم را دیدم که می نوشت. اما من ننوشته بودم. سایه‌ام زنده شده بود با همان حرکات دست، همان انحنای قلم، اما واژه‌هایی می نوشت که من نمی فهمیدم. خواستم جلو بروم، اما پاهایم یخ زده بود. سایه برگشت، نگاهم کرد و گفت: من تو نیستی، تو منی. از آن لحظه دیگر مطمئن نبودم که من وجود دارم. شاید من هم ساخته ذهن کسی دیگر بودم. شاید در دفتر نویسنده‌ای ناشناس روی کاغذی کهنه به شکل واژه‌ای محو نوشته شده بودم. چقدر زمان گذشت نمیدانم. اما ناگهان همه چیز خاموش شد. نه صدایی، نه نوری و حتی سایه‌ای. فقط سکوت. سکوتی که سنگین تر از مرگ بود. در آن سکوت دوباره چهره‌اش را دیدم. لبخند می‌زد، آرام، بی هیچ کلامی. و من فهمیدم که هیچگاه از او جدا نبودم. او همان من بود و من فقط پژواکی از او. از آن پس هرچه می نویسم در حقیقت تکرار همان داستان است. داستانی که 1000 بار نوشته شده و باز از نو آغاز می شود. هر واژه حلقه‌ای از زنجیر تکرار است. هر جمله دری به سوی همان تاریکی آشنا. من می نویسم تا فراموش کنم، اما با هر واژه بیشتر به یاد می آورم. می خواهم خاموش شوم، اما صدای قلمم مثل نبضی ضعیف هنوز می تپد. گاهی با خود فکر می کنم شاید همه چیز در خیال بوده. شاید این اتاق، این سایه و این صدای درونم وجود ندارد. اما اگر خیال است، چرا چنین دردناک است؟ نمیدانم پایان کجاست، اما حس می کنم به جایی رسیدم که دیگر راهی به برگشت نیست. شاید مرگ هم همان بیداری باشد و زندگی رؤیایی در خواب کسی دیگر. اکنون که این کلمات را می نویسم، احساس می کنم سایه‌ام دیگر روی دیوار نیست. شاید خودش را از من جدا کرده. شاید او هم خسته شده از این تکرار. اما من ادامه می دهم تا آخرین نفس، تا آخرین واژه، زیرا نوشتن تنها راهی است که هنوز مرا به بودن، حتی در تاریکی، متصل می کند. بوفکور بخش 4، پایان و سکوت.
اکنون که این کلمات را می نویسم، احساس می کنم در جایی بسیار دور از این دنیا قرار گرفتم. جایی که نه زمان وجود دارد نه مکان. جایی که هیچ چیزی واقعی نیست، اما همه چیز محسوس است. آیا این پایان است؟ آیا این به واقع نقطه پایان داستان من است؟ یا شاید این آغاز دیگری است؟ مرگ چیزی جز پایان یک چرخه نیست. همه چیز در حلقه‌ای بی انتها می چرخد. ما هم در آن چرخش قرار داریم بیان که بدانیم کجا ایستاده ایم. چقدر نوشتم و چقدر خودم را در این نوشته ها گم کردم. شاید این نوشته ها مرا به جایی نمی برند. شاید هم رها می کنند و من هرگز نمی فهمم. اما برای من چیزی که مهم است همین لحظه است. لحظه‌ای که در آن ایستادم و هنوز می توانم بنویسم. نوشتن تنها کاری است که مرا به اینجا آورده و همچنان به من معنای بودن می دهد. در نهایت همه چیز به سکوت می رسد. این سکوت که هیچ کلمه‌ای نمی تواند آن را پر کند، هیچ واژه‌ای نمی تواند آن را بشکند. در این سکوت همه چیز به هم پیوسته است. چرخش زمان، کلمات نوشته شده و خاطراتی که هیچ وقت فراموش نمی شوند. این سکوت پایان چیزی است که آغاز نشده بود. من در این سکوت تنها هستم. اما این تنها بودن مرا نمی ترساند. چرا که می دانم همه چیز همین جا بوده است. همه چیز از همین سکوت آغاز شده و شاید دوباره در همین سکوت پایان یابد. می دانم که دیگر اینجا چیزی برای گفتن نیست. دیگر کلمه‌ای برای نوشتن نمانده. اما من همچنان می نویسم. زیرا نوشتن تنها راهی است که هنوز مرا به این جهان متصل می کند و شاید هیچگاه از این سکوت بیرون نیایم. شاید همین سکوت حقیقت تمام داستان من باشد.